الان باز ادامه بدم، ولی سرم که خلوت شد یادم بیاد برات تعریف کنم چقدر همه چیز سخت بود، چقدر درهم بود، چقدر دویدیم و نرسیدیم، چند تا تار سفید کردیم، چقدر زانوی غم بغل کردیم. یادم بیاد برات بگم چقدر صبر کردیم، چقدر دست و پا زدیم تا از باطلاق خودمونو بکشیم بیرون. ولی الان باز ادامه بدم و رد بشم، بعدم برات سفره دلمو وا میکنم. میگم رفیق، اگه ما مردیم و قضیه برعکس بود چی؟ اگه مردیم و دیدیم زندگی مرگ و مرگ زندگی چی؟ آخه زیستن توی دنیا با این حجم از غم و درد و اندوه، با این همه ظلم و ستم و بیداد، با این همه حق خوری، با این همه تضاد طبقاتی، پیشتر شبیه مرگ تا زندگی. شاید ما الان درون مرگیم نه زندگی. شاید اگه بمیریم زنده میشیم. اصلا اگه مردیم و بعدش هیچی نبود چی؟ اون وقت کی جواب ما رو میده؟ کی حق ما رو میگیره؟ کی زندگیمونو بهمون پس میده؟ اگه زگور به جایی دری نباشد چه؟ اگر تمام شود و محشری نباشد چه؟ گرفتم این که دری هست و کوبه ای دارد، در آن کبیر کس دیگری نباشد چه؟ کفن کشان چون درآیم ز خاک و حق خواهم، دبیر محکمه را دفتری نباشد چه؟ شراب خلر شیراز دادم از دست، خبر ز خمره گیراتری نباشد چه؟ چون این به زحمت پرهیز بردم جا، به گیج کرده